بسم الله والحمد لله المتفضل بالنعم وكاشف الضراء والنقم، والحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أنصار الدين، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگانی گرامی و دوستان ارجمند، رمضان رفت، رمضان به پایان رسید. ماهی عبادت، ماهی رها کردن از دوزخ، ماهی درآوردن به بهشت، ماهی مغفرت، ماه رحمت سپری شد و انسان نه بلکه فقط در همین ماه رمضان باید عبادت کند، نه، ولی انسان باید عبادت او نه اینکه بنده رمضان باشد ولی بنده الله باشد. بنده رمضان اون کسی است که فقط در رمضان نماز و روزه و تلاوت قرآن و ذکر میکند، او بنده رمضان است. ولی بنده الله متعال اون کسی است که در همه ماها الله عز و جل را عبادت میکند و روزه این یکی از عبادت های است که پاک میکند دلها را از پلیدی هاش و علاج و شفا میبخشد از بیماری هاش. برای همین این ماه بزرگی که گذشت، این ماه چی بود؟ این موسمی چی بود؟ یک موسمی برای انسان گناهایی که داشت در پیش به یاد بیارد و توبه آنها را پیش خود کند، و روزهای رمضان برای پاک کردن دلهای بیمار و دلهای ضعیف بود. برای همین انسان باید بعد رمضان طاعت عبادت خود را دوام دهد. پروردگاری رمضان همون پروردگاری دیگر ماه ها است. برای همین انسان باید عبادت را و پرستش الله و ذکر و طاعت و عبادت باید ترک نکند. برای همین برادر و خواهر گرامی، ما امروز درباره 6 روزی که پس از رمضان است، 6 روزی شوال سخن میزنیم و این پیام ما را به دیگران رسانید تا از اجر و پاداش بهره‌مند شوید. برای همین روزه گرفتن این 6 روزی که از ماه شوال است بعد رمضان، این دلیل است گرفتن این روزه، این روزها دلیل است برای چی؟ برای شکر کردن روزدار به سوی پروردگارش که برای او امتنان و توفیق بخشیده است که ماه رمضان روزه گیرد و افزایش و زیادی است در خیر. و روزه‌گیری همین 6 دلیل است به چی؟ برای انسان که انسان طاعت و عبادت دوست می دارد و رغبت و خواهش دارد در دوام دادن عبادت، دوام دادن راهی نکوکاری. خیلی که حافظ ابن حجر می گوید رحمه الله، اما در مقابل نعمت توفیقی که برای تو داده است، یعنی الله به انسان توفیق و نعمت بزرگ انعام میکند. برای چی؟ برای که ماه رمضان روزه گیرد. برای همینم انسان باید شکر کند که الله برای توفیق بخشیده است که ماه رمضان روزه گرفته است و نه پس از ماه رمضان مرتکب گناه ها شود. کسی که از روزه را میگیرد و پس از روزه مرتکب گناه ها می شود، پس وی همون نعمتی که الله برای او ارزانی کرده است، اون نعمت در مقابلش کفر ورزیده است، شکر اون نعمت نکرده است. برای همین برادر گرامی، ما باید از رمضان وقتی که برمدیم دعا کنیم که از الله عز و جل خواهش پرسان کنیم که ما را از جمله اون نفران نگرداند که از رمضان برمدیم، خارج شدیم و گناههای ما را الله نبخشید. چرا؟ برای که ما در درس گذشته گفته بودیم که جبرئیل علیه السلام دعا میکند که آنها را هلاک ساز و پیغمبر بزرگوار آمین میگوید که کسی که رمضان دریافت کرد و الله گناههای او را نبخشید، پس الله او را چی؟ خار و زار کند، الله او را هلاک سازد، از جمله همون نفران ما را و شما را نگرداند. برای همین طاعت و عبادت در بعضی ماها نیست. طاعت و عبادت باید استمراری دوامناک باشد. در حیاتش انسان همه حیاتش باید طاعت و عبادت گذراند. برای همین عبادت آفریده شده است تا آنی که در قبرش ندراید، یعنی که وفات نکنه در قبرش ندراید، پس او باید در عبادت باید کوشش تلاش کند. چه خیلی که برای یک عالم بزرگ بشر الحافی گفته می شود، گفتن برای بشر الحافی که رحمه الله، گفتن که قوم های هستند که فقط در رمضان کوشش تلاش میکنند، عبادت طاعت میکنند در رمضان فقط. فقال، پس چی گفت بشر الحافی رحمه الله؟ گفت آنها قومی بدی هستند، قوم های هستند که حق الله ادا نمیکنند مگر در ماه رمضان. آدمی نکوکار اون آدمی است که عبادت میکند و در عبادت خود کوشش تلاش میکند در دوام 1 سال، نه فقط در 1 ماه. برای همین انسان باید عبادت در پرستش الله که ما برای پرستش الله آفریده شده ایم کوشش تلاش کند که از خیر و فیض و برکت الله بی بهره
نگردد. برای همین از ما برای شما در مسئله احکام 6 روزی شوال صحبت میکنیم. این یک مقدمه بود، سرسخنی بود برای شما، یک پند و نصیحتی برای شما و برای ما بود که انسان بعد رمضان باید عبادت کند و ترک نکند عبادت، که انسان هر لحظه، هر یک نفسی که میبرد شاید اون نفس دیمباره کشیدن نتواند و از دنیا بگذرد. برای همین ما باید آماده باشیم و توشه داشته باشیم برای سفری دور و دراز. پیامبر بزرگوار از ابی ایوب الانصاری رضی الله عنه ان رسول صلی الله علیه و سلم قال، فرمودند از ابی ایوب انصاری پیامبر چه گفت؟ من صام رمضان، کسی که رمضان روزه گرفت، ماه رمضان، ثم اتباعه 6 من شوال، پس بعد ماه رمضان 6 روزی ماه شوال روزه گرفت. پیامبر چه گفت؟ کان کصیام دهر، اگر که 6 روز بعدی رمضان روزه گرفت در از ماه شوال، پس این برابر می شود به چی؟ به روزه گرفتن 1 سال. یعنی ببین، به روزه گرفتن 1 سال گویا که 1 سال روزه گرفته است اگر همین 6 روزه گیرد بعد رمضان. حدیث در امام مسلم است، رقمش 1164. باز در حدیث دیگر از ثوبان مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که او گفت من صام 6 ایام بعد الفطر كانت تمام السنه، کسی که بعدی فطر، بعد یعنی که رمضان 6 روز روزه گرفت، پس برابری چی؟ برابر 1 سال می شود، 1 سال پره می شود گویا که روزه گرفته است. خیلی که الله عز و جل میگه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، کسی 1 حسنه کرد، 1 حسنه انجام داد، پس برای او در مقابل 1 حسنه الله 10 مثال او را می نویسد، گویا که 1 حسنه به برابر 10 بار دوچند می شود. حدیث در امام ابن ماجه است. باز در حدیث امام نسائی که 10873 و لفظش همین است که پیامبر فرمودند که صیام شهر رمضان، روزه ماه رمضان، ب10 اشهر، برابر 10 ماه است. روزه گرفتن ماه رمضان برابر 10 ماه است. و صیام 6 ایام شوال بشهرین، و روزه 6 روزی از شوال برابر 2 ماه است. گفتیم که رمضان 30 روز است، 30 روز. پیغمبر چه گفت که برابر 10 ماه است. یعنی 1 رمضان میگیری برابر 10 ماه. 6 روزه میگیری، اگه 1 روزش 1 حسنه گفتیم 10 حسنه باشد، با 10 حسنه برابر شود، پس 1 روزش با 10 روز روزه برابر می شود. 6 روز 60 روز روزه برابر می شود. ای 2 ماه روزه گرفته است. کسی که 6 روز ماه شوال میگیرد، معنا دارد که بعد رمضان، این معنا دارد که 1 سال یا پر روزه گرفته است. فذلک صیام السنه، پس میگه پیغمبر که این روزه چی است؟ روزه 1 سال. حدیث صحیح است. باز در حدیث دیگر از جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله عنه میفرماید که شنیدم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید من کسی که ماه رمضان روزه گرفت و 6 روزی ماه شوال هم روزه گرفت، فکأنما صام السنه کلها، پس گویا که 1 سال پر روزه گرفته باشد. حدیث در امام بیهقی است و امام احمد است و امام ارناؤوطی میگه حدیث صحیح است، نه که بعضی اهل علم میگن که ضعیف است. خلاصه معناش صحیح است. خلاصه فضلی رمضان که 10 ماه برابر می شود و فضلی 6 روزی که میگیرد انسان برابر 2 ماه، ای 10 و 2 ماه 1 سال پرگاه که انسان مسلمان روزه گرفته است. روزه شوال این مستحب است، سنت است از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. و این روزه شوال باز خاصیت دیگری هم دارد که انسان وقتی که در رمضان روزه که میگیرد، شاید که یگان گپی پوچ زده باشد، یگان گپی به معنی یگان دشنام کرده باشد، یگان کاری بد کرده باشد، سخنای ناجا زده باشد، پس همین 6 روزی شوال جبران است برای روزه وی، برای روزه فرضی وی جبران است. برای چی؟ برای که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که یکمین چیزی که الله حساب و کتاب میکند، حساب و بررسی میکند روز قیامت از مردم، این از عملهاشون این چی است؟ نماز است. پس الله عز و جل به فرشتگانش میگوید و هو اعلم، و او میداند پیشکی، انظروا فی صلات عبدی اتمها ام نقصها. میگوید وقتی که کم حساب و کتاب، یکم حساب بررسی که میشود از نماز میپرسند، الله میداند و میپرسد فرشتگانش که بینید همین بندم نمازش پر است یا که نیست، نماز فرضش، یا که ناقصی دارد، کمبودی در نمازش دارد. اگر که پر باشد پر نوشته می شود، اگر کم زند ناقص شود، پس میگه انظروا لهل عبدی من تطوع، بنگرید آیا برای بنده من یگان نمازی نفل زیاتی هست، فان کان له تطوع، اگر نمازی تطوع سنت و نفل و نافله داشته باشد، قال اتموا لعبدی، پس نمازی فرض پر کنید به همون نمازهای نفل. برای این نمازهای نفل و سنت برای پر کردن نماز فرض هستند. فریضته
با بنده من نمازی فرش پر کنید. با چی؟ با همون نمازهای سنت و نفل، از همون نمازهای نفلش. ثم تؤخذ الاعمال على ذلكم، پس عملها به همین چینک و اندازه گرفته می شوند. حدیث در امام ابو داود است. برای همین اگر که آوردن که همین خیلی به جای نماز میگذاریم که اگر که تر آوردن و روزت کم زد، روزت پر نشید، پس از نماز چی میگیرن؟ از همون روزه هایی که نافله هستن که تو گرفته باشی. اگر روزه نافله داشته باشی، از همون روزه های نافله میگیرن و روزه فرضی تر پر و اتمام میکنن. اگر نداشته باشی چی؟ روزت ناقص میشود. روز قیامت جوابگاری در دوزخ دارد، برای اون عذاب میبینی. برای همین باید انسان روزه نفل بیشتر و بیشتر بگیرد که روز قیامت که آمد روزه های نفلیش، روزه های فرضیش اگر ناقص شدن چه کند؟ روی پوش و جبران کند. برادران گرامی و خواهران ارجمند، این بود خلاصه درباره روزه ماه شوال، 6 روز. انسان باید احکامش چی است؟ انسان باید برای پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که در حدیث من صام رمضان ثم تبعه، میگن که کسی که رمضان پره گرفت، اگر کسی قضایی داشته باشد باید قضایش هم بگیرد، بعد عید باید بگیرد، ماه رمضان پره کند، بعد اون 6 روزه گیرد. یعنی اول رمضان پر کند، اگر قضایی داشته باشد قضایش هم بگیرد، بعد اون 6 ماه چی؟ 6 روزه از شوال بگیرد. آیا در این سوال سر میزند که آیا همون 6 روزه پای در پای بگیریم یا که پیوسته بگیریم؟ پای در پای، یا که اجباری ندارد که مثلا روز شنبه، روز پنجشنبه بگیریم، یا که در یک هفته 2 روز گیریم، در یک هفته 2 روز هم خیلی، یعنی که در همین مدت همین ماه چی کنیم؟ پرش کنیم. اگر که برادر گرامی و خواهر ارجمند، اگر که تو همین 6 روزه پای در پای گیری، اولاتر است، بهتر است، خوبتر است. و اگر که نتونستی و در مدت همین ماه شوال همین 6 روز هم گرفتی، هیچ باکی ندارد و اجر برای تو نوشته می شود. روزهای دوشنبه پنجشنبه هم گرفتی، هیچ باکی ندارد. برای همین برادرای گرامی، یعنی در مدت همون یک ماه همون 6 روزه گرفتنم هیچ باکی ندارد. و از دعای نیکی خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.